به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام و هواداران شبکه کاروان عمر، اولا از همه شما سپاسگزارم. کسانی که همان شخصانی که محتاج هستند از من خواهش کردند و من در شبکه گذاشتم، با دستگیری چند تا از شما خیر کردید تا اینکه با سبب ما و شما فرزند آنها شفا یافته شدند. البته شفا دهنده خداوند است، اما ما انسان ها سببگار شده ایم. امروز رسمی که شما در روی نوار میبینید، این دخترک آیشه نام دارد و خیلی سلامتیش بد است. مادر این کودک از من خواهش کردند که همین نوار را پهن کنم تا اینکه برادران و خواهرانی که خیرخواه هستند، زیرا در بین همین 3-4 روز باید او را توبت گیرند. از همین سبب دوستان عزیز، این نوار را من نوار نه بلکه رسمهایش را گذاشتم. انشاءالله از اون مادر این دخترک خواهش کردم تا نوار کند، دیگران هم وقت دیدند یک باوری حاصل کنند. و برای همین دوستان عزیز، کسانی که خیر کردنیان 10 روبل 50 100 500 1000 چقدر که خیر کردنی هستید، از برای الله خیر کنید. به همین رقم‌های تلفن و همین کارتی که شما در روی نوار میبینید خیر کنید تا اینکه همین دخترک یعنی آیشه نام دارد، تا اینکه خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبش گرداند و در حقش دعاگو باشید. البته کسانی که میخواهند خیر کنند، زیرا خیر شما بسیار بر این افهمان و به دخترچه اش خیلی مهم است. انشاءالله روز ما هم صاحب چنین فرزندها میشویم. روز ما هم خدا نشان ندهد دنیا چرخ گردان است، بر سر ما چنین حالت ها می آید. البته روز نفران پیدا می شوند تا دستگیری امان کنند، زیرا امروز ما دستگیری کردیم، فردا البته ما را نیز دستگیری می کنند. از همین سبب دوستان عزیز، مراجعت این اپامان را من بر شما گذاشتم و شما با دیگران هم پهن کنید، زیرا امروز این اپامان محتاج است و از ما خواهش کردند، ما از شما از دیگران. خیلی که گفتم دنیا چرخ گردون است، خدا نشان دهد روزی بر سر ما می آید. امروز دستگیری کنیم، انشاءالله که فردا برای ما دستگیری میکنند. فقط از برای الله خیر کنیم و انشاءالله باوری دارم که 1000 که شما خیر میکنید، خداوند 10,000 100,000 بر عوضش میرساند. اما از صدق دل باشد. نگویید که من اینقدر خیر کردم. فکر نکنید که من اپل هایی که شما میگذارید من میگیرم. نه، تا امروز خدا را به حساب شکر حق کسی را نخوردیم. کسانی که از ما خواهش کردند حق آن شخصان را ما نخوردیم و حق او شخصانی که محتاج هستند ما حق آنها را خوریم. البته این زهر ما می شود اگر ما خوریم. اگر شما که خیر کنید، انشاءالله آخرت خود را آباد میکنید، زیرا خیر کردن به نهایت کاری مردانگی هست و صدقه ردی بالا هست. به خاطر ره ضروری بودنتان، به خاطر دور از وطن، دور از پدر و مادر، دور از فرزند و عائله بودنتان خیر کنید تا اینکه خداوند شما را ساق و سلامت به نزد فرزند و عائله، پدر و مادر، برادر و خواهر برساند. خب دوستان عزیز، از شما خواهش میکنم تا حد امکان کمک خود را دریغ ندارید. چقدری که میتوانید به همین اپامان کمک کنید، انشاءالله بهترین کار و به ثواب شریک خواهد شد. الله یار و مددگار شما باشد.